در یک اداره میگه همیشه سن مأمور وجود داره. اما فرموده شما کسانی که دارای تعهد و تخصص است و تعهد میتونه عام بگیریم ما که همون شامل تقوا هم بشه. تعهد در پیشگاه الله متعال، تعهد به ملت رنجیده، تعهد به او اداره، تعهد به او قلم و این چیزی که داره. و کسایی که تنها تعهد داره اما تخصص نداره. بعض وقتا دوستان نادان میگه بهتر دشمن دانای همه. که بسیار آدمای پاکیه در یک اداره مقرر میشه، یک چوکی و یک وظیفه به او سپرده میشه مسئولیت، اما کار بلد نیست. به جایی که خوب کنه چیکار میکنه؟ خراب میکنه. و کسایی که میگه تخصص داره اما تعهد نداره، این سنوی میگه قسم اول رو بزو کار بده که کار بکنه. کسایی که داره تعهد و تخصصه وظیفه به او بسپار، چون که هم تعهد دارم تخصص دارم یاد بچنه کار میکنه. کسایی که تخصص داره تعهد نداره میگه زیر نظر قرار بده اونا. خب زیر نظر تربیت شود. او جوابشون کلی با ان شاء الله بگم. و کسایی که تعهد داره تخصص نداره میگه کارو به اونا سپرده بشه که آدم به این کار رو بکو با این امور انجام میده، به خاطر که آدم چی داره؟ تعهد داره. و این چیزی که شما سوالی که شما گفتیم سوال بسیار سخته. هیچ کدوم ما و شما این کارو نکردیم. یعنی هیچ نظام واقعا این کارو نکرده که بیای دنبال تقوا و دنبال تعهد و تخصص با هم باشه. در نظام گذشته تنها دنبال تخصص بود، تقوا نبود. و افغانستان رو دیدین کجا رسان؟ و فساد در درجه اول فساد بود. تخصصی لازم هم اگر دقیق ببینیم وجود نداشت. بازم به نام متخصص زیاد. بله به نام متخصص. ما یک روز اگر بس زیاد نشه ما در هرات بودیم، یک کس را آورده بود از این حکومت سالهای اول بود. درست. یک کس صحبت میکرد درباره قانون، معاش دلاری بسیار زیاد داده بود و بسیار کت شلوار و لباس و چیز و بسیار برابر و منظم بود. اما یک روز صحبت کرد قانون مثل چی؟ قانون وضعی، قانون اخلاقی، همه مثال زد به جایی که تعریف کنه. فردای اون روز گفت کی میتونه ارزیابی کرده گپو از یادم بره. در اینجا مرکز گفتن استاد هستن شما به خاطر پول آوردیم، اصلا چی یاد داره کی گفته؟ قانون چیه کی اصلا استاد تعریف نکرد قانون یعنی چی؟ باز ارزیابی چی میکنی؟ مثال زده فقط. و مثال مبین و هویت یک شی نیست. درباره طبیعی، درباره اخلاقی چی و چی بشه. بسیار گپ شما هم متخصصینی هم که بود از این نمونه بود که بازم مقرر شد. اما بازم فعلا وظیفه اصلی از کسانی که واقعا درد داره، کسانی که احساس داره، کسانی که مسلمان هستن، توصیه دینی ما و شما هست. اگر ما و شما در یک کشتی میگه کسان سوار باشه و ببین یک عده چیکار میکنه؟ کشتی سوراخ میکنه. کسایی دیگه نهی از منکر نکنه، جلوی نگیره، همه غرق بشه. چنانچه ما شما دیدیم غرق شدیم. بعض وقتا مسلمان میاد چیکار میکنه؟ میگه ما با کار از چی کار دارم؟ یا با کار نظام چی کار دارم؟ یا با کار اداره و حکومت چی کار دارم؟ ما تقوا خون میکنیم خدا نگهدار دین خور پیش میره. ما در واقع ضرریه که ما شما چی دید. باز وقتی یک متخصص میاد او با نیاز به دین نداره، نعوذ بالله. نیاز خود مستغنی از دین و از تقوا و از تعهد و همه چیز میداره. در اینجا مشکل اساسی که من حدس زدم و تا به حال وجود داره، تا وقتی که علمای دینی و علمای عصری ما و شما پیوند بسیار خوب اینا رابطه زن مستحکم نشه و سوالات از اینا که در ذهن از اینا حل نشه، اینا به همین فاصله میمونه. بسیار خوب. دوباره تعهد در یک کنار و تخصص در یک پهلو دیگه. بسیار خوب.